3 سال کرونا و قرنطینه، بعدش واکسن، بعدش معرفی هوش مصنوعی. عجیب نیست؟ اثر کووید 19 و واکسن بدن رو کم تحرک میکنه که بیشترین آسیب رو تا الان به قلب انسان ها زده. داستان از این قراره سبک زندگی داره عوض میشه. قرار زندگی انسان ها 100% وابسته به مجازی بشه. انسان کم تحرک و تنها و منزوی به افسرده تر از همیشه بشه. عمر انسان ها قرار نهایت 50 سال بشه، چون پیرها فقط برای دولت ها هزینه اضافی دارن. هر کدوم از ما از طریق مجازی قابل کنترل باشیم و این است نظم نوین جهانی که در حال اجراست. اثرات واکسن رو با ورزش و تحرک و ترشح عرق از بین ببرید. اگه تحرک نداشته باشید و فقط پشت گوشیاتون باشید، واکسن و کووید اثرشون رو میذارن و ما به زودی میشیم بردگان عصر نوین مجازی. دقیقاً همونی که میخوام. آمار ایست قلبی و سکته قلبی تو دنیا مثل بمب داره میره بالا. اگه عزیزانت برات مهمن، این پستو براشون بفرست آگاه بشن.